هیچ دعانویس و فالگیری رو لازم نداری. این ورد با 3 قاشق نمک کافی است تا بفهمی کی طلسمت کرده و 3 دقیقه باطلش میکنه. اگه این نشانه ها رو داری، شک نکن زندگیت به سحر و طلسم آلوده شده. قفل و بسته شدن تمامی امورات زندگی، بیحالی و بی‌حوصله بودن، قفل شدن درهای فراوانی از نشانه های وجود طلسم در زندگی شماست. 5 شنبه شب 3 قاشق نمک را در کاسه آب بریزید، 1 شمع سفید کنار آن روشن کنید. این ورد را 3 بار بخوانید: رفو کوآخ تلاسیش. به کاسه آب فوت کنید. بعد از 3 دقیقه چهره کسی که شما رو طلسم کرده در آب دیده میشه. آب را در 4 گوشه منزل و جلوی در خانه بپاشید تا همه سحر و طلسمات باطل بشه.